آقا یه روزی ما یه امتحان داشتیم که اون امتحان برای خانواده من خیلی مهم بود و من اگه اون امتحان رو بالا میشدم بابام بهم قول داده بود که یه جایزه خوب بخره. هیچ وقت یادم نمیره معلممون تهدید کرده بود که اگر این امتحان رو بیفتیم چنان کتکمون میزنه که نگو. و من داشتم سکته میکردم، انقدر ترسیده بودم خیس آب شده بود. منم شب قبل از امتحان زنگ زدم به رفیقم، گفتم که تو که درس خونی بشین قشنگ بخون درس و فردا به منم برسون. گفت خیالت راحت و ما رفیقیم و این حرفا چیه و من به تو میرسونم. فردا رفتیم سر مدرسه، نشستیم سر جامون و برگه امتحانی گذاشتن جلومون. 5 دقیقه از امتحان گذشت، من تازه اسممو نوشته بودم. اومدم برگه رو نگاه کنم، دیدم بغل دستم برگه رو تحویل داد. من فقط نمیدونم اون چجوری توی این 5 دقیقه اون امتحان لعنتی رو نوشت. اصلا نمیدونم چجوری اینقدر سرعتش زیاد بود. منم اون امتحان رو افتادم و معلم صدام کرد. با عصبانیت گفتش که این چه نمره افتضاحی آوردی؟ تو تنها کسی هستی که تو این کلاس صفر شده. منم گفتم آقا معلم این دفعه رو ببخش و به خانواده‌ام نگو، دردسر میشه برام. گفتش در یک صورت میبخشمت که بچه‌ها این ویدیو رو لایک کنن و تو رو سابسکرایب کنن.